تو هم همشیره‌ای همشیری سربازی وطن هستی که او را شیر چای آورده ای روزی پرستاری. ببینید این چه لحظه عجیب است. یک دوستی ما پسرش همینجا خدمت میکرد و وقتی که بیمار میشد در بیمارستان همینجا سرباز خوب است، همون همشیره شفقت اشکاشمی علاوه بر آن که او را وزارت مدافعه و سرحدبان خوراک میتیند با از خانش هر روز شیرچای می آورده که همین سرباز ساعت. در اینجا خطی مرزی خانه و مرزی وطن یک جاست، یعنی دیوار خانش و دیوار وطن یک چیز جا. در اینجا خطی مرزی خانه و مرزی وطن یک جاست و سرحد نیست یک مفهومی نامفهومی پنداری. مثلا اگر در دوشنبه است در یگان جای دیگر که سرحد خوب تصور میکنه یگان چیز، ولی در اینجا و سرحد نیست یک مفهومی نامفهومی پنداری. در اینجا دشمن و تهدید را با چشم میبینند نه از برنامه های اطلاعاتی و اخباری. برای اینکه در تمام منطقه جمهوری مردم آسوده بخوابند، کار کنند، توی کنند، خرسندی کنند، مکتب روند، دانشگاه روند، نقش اشکاشم بسیار بزرگ است. چرا؟ چون که 404 کیلومتر سرحد دولتی ما در همین ناحیه است و 404 کیلومتری مرکبش که نه سیمخوار دارد نه دیوار دارد، حتی کوه نداره که از پشت کوه حمایت کنی. سرحدی کاملا گشاده. چرا اینجا امن است؟ چون که همین وطن دوستی و بزرگی و اراده همین مردم اشکاشی است که اینجا رو نگاه می‌دارد. و در کناری همین سرحدبانان بزرگ ما پشتیبان اساسی همین خلق اشکاشیم است. بنابراین برای اشکاشیمی ها مفهوم امنیت، مفهوم سرحد، مفهوم خطر، مفهوم وطنداری یگان مفهوم کتابی افسانوی تلویزیونی نیست. همین اگر روش ایسو گردانه از او بری دریا میبینه که یعنی خطر یعنی چی. اگر همین پیش خانش در راه میره میبینه که سرحد یعنی چی. برای اشکاشیمی و تنداری و سرحدداری و تهدید و حمایت یک مفهومی نزدیک است. بنابراین من در جنبه همین شعری که درباره اشکاشیم، البته درباره اشکاشیم چند شعر نوشتم ولی درباره وطنداری اشکاشیم نوشتم، با اجازت شما میخوانم. زی اشکاشیم آموزیم آیین وطنداری. اکنون وقتی که شعر خوان شما همون منظره اطرافتون تصور کنید، چون این از منم از آسمان نگرفتم، از همین جا آمده قدم زده نوشته میرو. ز اشکاشیم آموزیم آیینی وطنداری که شب را روز می سازد به بیداری و هوشیاری. وطن را دیدبانی می کند هر تیغه کوهش و سنگش می کند مرزی وطن را سنگ دیواری. زهی ای پیری سرحد، پیری پر تدبیر اشکاشیم که در 100 سال عمرت مرز را خالی نبگذاری. زی روی خط ناموسی تو هرگز نگذرد دشمن، نباشد بیم اگرچه نیست اینجا خط سیمخواری. زهی ای ماه کشور، دختری معصوم اشکاشیم، زی هر آفت نگهبانی تو باشد حضرت باری. تو هم همشیری همشیری
سربازی وطن هستی که او را شیر چای آورده ای روزی پرستاری. ببینید این چه لحظه عجیب است. یک دوستی ما پسرش همینجا خدمت میکرد و وقتی که بیمار میشد در بیمارستان همینجا سرباز خوب است، همون همشیره شفقت اشکاشمی علاوه بر آن که او را وزارت مدافعه و سرحدبان خوراک میتیند با از خانش هر روز شیرچای می آورده که همین سرباز ساعت در همین من اینجا گفتم که تو دیگه همشیر گشتی با این سرحدبان، تو هم همشیری سربازی وطن هستی که او را شیرچای آورده ای روزی پرستاری. در اینجا خطی مرزی خانه و مرزی وطن یک جاست، یعنی دیوار خانش و دیوار وطن یک چیز جا. در اینجا خطی مرزی خانه و مرزی وطن یک جاست و سرحد نیست یک مفهومی نامفهومی پنداری. مثلا اگر در دوشنبه است در یگان جای دیگر که سرحد خوب تصور میکنه یگان چیز، ولی در اینجا و سرحد نیست یک مفهومی نامفهومی پنداری. در اینجا دشمن و تهدید را با چشم میبینند نه از برنامه های اطلاعاتی و اخباری. یعنی در اینجا دشمن و تهدید را با چشم میبینند نه از برنامه های اطلاعاتی و اخباری. در اینجا هر زن و هر مرد جزئی مرزبانان است. در اینجا هر زن و هر مرد جزئی مرزبانان است و هر کودک به کاری مرزبانان میکند یاری. دیروز ما با گنرال نیروهای سرحدی بودیم، ما نپرسیدیم، همین تا وقتی صحبت گفتن که چند تا مرز شکن که از فلان کشورها در آمده است چوپانا قپیده دادن، چوپانا مردم محلی قپیده دادن یا خبرش دادن. این مردم وطن دار است. برای همین گفتم که در اینجا هر زن و هر مرد جزو مرزبانان است و هر کودک به کار مرزبانان میکند یاری و رودی 5 هم سر میکشد از قلب اشکاشیم برای مرزبانی قد مرزی وطن جاری. که امی رودی 5 هم از امیجه که سر میشه تمام سرحد معین کرده نمیمونه که کسی گذرد و همین رودی 5 هم یک هدیه شما با وطن داریم برای آخرش، برای همین خیلی آخرش که و رودی 5 هم سر میکشد از قلب اشکاشیم برای مرزبانی قد مرزی وطن جاری. تشکر.